سلام خدمت همه شما، امید که جور صد سرحال باشین. دوستای عزیز، میخوایم یک موضوع را بر شما یادآور شم که چند مدت میشه که بعضی از اشخاص در فیسبوک بازار یا مارکت پلیس بعضی چیزای قیمتی را مندازن و نوشته میکنن که رایگان و در دیسکریپشنش هم یک موضوع را درج میکنه که بیننده عاجل بگه ولی راستی است. نوشته میکنه که مثلا این پلی استیشن است از طفلم بود فوت کرده یا از نواسیم بود فوت کرده، ما ایره رایگان بر شما میتم متوجه باشین. دلیلش من نمیفهم چرا تو میکنن. خب بعضی از افغانای عزیز ما که نو آمدن و از جای آمدن که اصلا اونجا چیز رایگان نبوده و اینجا میبینن که عاجل مفت نوشته کرده و بس عاجل به طرفش میدون و مسیج میکنن، باز اونا آدرس تانه میخوان، نمیفهم چی را میخوان که اوش کده باشین که مورد هدفشان قرار نگیرین. چیزی اینجا مفت نیست، باز او چیزی که به درد بخور باشه. و سلام.